بیانیه رسمی شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران 22/6/2011 در روزگاری که نظم نوین بازار آزاد یگانگی بی‌رقیب خود را با جنگ و فلاکت و ویرانی، با بیکاری و تحقیر و ستم در چارگوشه جهان فریاد میزد، روزگاری که بیش از 100 سال مبارزه مردم ایران برای تغییر وضعیت موجود، برای آزادی و عدالت و برابری گویی به شکست گرانیده بود، زمانی که فریب انتخاباتی دیگری در راه بود، مردم و جوانان ایران بار دیگر در بهار سال 88 برای در دست گرفتن سرنوشت و زندگی به تاراج رفتهشان به خیابان‌ها آمدند و تمامیت ستم و تبعیض و ارتجاع موجود را به مبارزه و هماوردی طلبیدند. این بهاران خلق‌ها در مقطعی رخ داد که گویی هیچ افقی برای تغییرات ریشه‌ای و دگرگونی‌های اساسی موجود نبود و خط رابط خیزش ما با سنت مبارزاتی تاریخمان در اثر 30 ساله سرکوب و قتل عام یک نسل از انقلابیون گسسته شده بود. در چنین بستری بود که صاحبان قدرت دیروز و رانده شدگان از دارالخلافه امروز دست بالا را در رهبری جنبش مردم گرفتند و با موغم‌هایی از توهمات و ایدئولوژی‌های اصلاح طلبانه، منفعلانه و سازشکارانه هر آنچه توانستند را برای مهار خشم دم‌افزون مردم و جوانان و حفظ نظام موجود و قانون اساسیشان انجام دادند. با ثابت طبیعی این خط و ایدئولوژی غیر رادیکال چیزی جز محدود ماندن دامنه طبقاتی جنبش به خواسته های اقشار میانی و متوسط شهری آن هم صرفا در تهران و چیزی جز افول و رکود جنبش پس از تویی شدن خیابانها و به بنبست رسیدن تاکتیک های غیر رزمنده و ناروشن نبود و در پس این رکود بود که رژیم دار و شکنجه به سرکوب مضاعف توده‌ای جهت تثبیت موقعیت متزلزل خود پرداخت و دیگر بار ابلیس پیروز مست آمد تا سور اعضای مردم را به سفره بنشاند. وقتی دشمن مردم و نمایندگان مدارا و ترمیم طلب قدرت خود را بر تظاهرات میلیونی توده حاکم کرده و خط سازش و کرنش صلاح تسلیم و عقب نشینی سر داده و جو یأس و ناامیدی از ایجاد تغییر میل به همه‌گیر شدن داشتن، بخش کوچک اما مصمم از خیلی میلیونی توده های صدای آتشی دوباره کرد، آتشی که برافروختن شعله های آن برای آغاز گرانش دشواری و مشکلاتی به زعم تدارکات یک جنبش نوین داشت و دارد. سخن از طرح موجی نو برخلاف جریان عملی و نظری موجود است. این گزیده ایست از اعلام موجودیت شورای دانش آموزان و جوانان چپ ایران. من با آقای بابک تماس گرفتم. نمیدونم آقای بابک شما صدای من دارین؟ یک لحظه اجازه بدین. بله آقای بابک دوباره سلام میکنم خدمت شما. سلام، روزتون بخیر. شهاب هستم. شهاب قربان شما شهاب جان، خیلی ممنون. من گزیده ای از بیانیه اعلام موجودیت شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران را خوندم. میشه لطف کنید بگید انگیزه پیدایش و اینکه چرا شما دست به چنین کاری رو زدید برای ما توضیح بدید. تشکر میکنم از شما و بقیه همکاران در رادیو که این فرصت رو به ما دادن که بتونیم مستقیما ارتباط داشته باشیم و بحث و صحبتمون رو با شنونده‌ها در میون بذاریم. در پاسخ به این سوال باید بگم که همونطور که بیانیه اعلام موجودیت اومده و شما ارائه کردید، ما یه بخش هر چقدر کوچیک ولی موجود از یه جنبشی هستیم که طیف‌های مختلف داره و ما تصمیم گرفتیم که
برهه مبارزاتی و بعد از این فروکش کردن مبارزه رزمنده توی خیابون‌های ایران و خب به طبع این تو خارج از کشور یک طرح دیگه بندازیم، یعنی بیایم بررسی کنیم که با توجه به ضرورت‌هایی که برای تغییر بوده چرا چنین چیزی صورت نگرفته، چرا بخش‌های مختلف و طبقات مختلفی که وارد مبارزه اجتماعی شدن نتونستن دستاوردها و مطالبات خودشونو به دست بیارن و چه عاملی مانع به دست گرفتن مبارزه توسط مردم و نیروهای آگاه خواهان تغییر بود. از اینجایی که ما با اندیشه و نگاه چپ و تغییر اجتماعی و نگاه انقلاب اجتماعی به جنبش نگاه میکنیم، تصمیم گرفتیم که بحث چنین موضوعی رو به جنبش ببریم، بخش‌هایی رو که اینطوری فکر میکنن رو فعال کنیم و پاسخ بدیم به ضرورتی که در شرایط فعلی و در طول 2 سال مبارزه مردم بعد از خیزش سال 88 پیش اومده دامن بزنیم و بتونیم اون بخش‌ها رو شکلی متشکل کنیم و صدای دیگه‌ای رو نمایندگی کنیم. خب در این حال که کمبودها و مشکلات زیادی مثل تبعید بسیاری از جوانان و دانشجوها بعد از انتخابات اخیر و قبل از اون از جنبش دانشجویی، فعالین چپ و مترقی که مجبور شدن کشور رو ترک کنن، همه باعث شد که فضای بحث جدلی رو پیش بگیریم که بتونیم نوعی سازماندهی و سازمانیابی رو بین این نسل از فعالین چپ ایجاد کنیم و در این رابطه چیزی که هدف ماست اینه که در طیف وسیع جنبش مردم پرچم مبارزه انقلابی رو بلند کنیم. خب شما چرا صف جدا، یعنی چه چیزی شما رو تمام این صحبت یک فرمودین بسیار جالب، آلترناتیوتون چیه، قدرت اجراییتون چیه، چجوری میتونید خارج به قول شما الان یک جریان جدیدی رو معرفی میکنید به جنبش، یعنی آیا نیروهای موجود در جنبش توانایی این قضیه رو نداشتن؟ شما در واقع دارید بگید قطعا با یک نظر و یک نگرش جدیدی به مسائل نگاه میکنید، برای همین احتمالاً تصمیم به یک شعبه جدیدی رو برای در واقع تجمع و اعتراض بیان به وجود آوردید. آلترناتیوتون چیه؟ هدف حالا مشخص ولی علاوه اجرایی، و چرا این قضیه رو در جای دیگه ندیدین احتمالاً که شما خودتون تصمیم گرفتین؟ واقعیت اینه که نیروهایی که تحت این نام فعال شدن و شروع به کار کردن از یک دوره طولانی از بحث و جدل و کار به طور مشخص کارهای اکسیونی و کارهای فعالیت‌های تروریست به هم نزدیک شدن. همه این نیروهایی که اینجا هستن، چه به شکل کوچیک فردی و چه به شکل بزرگتر تا حدی متشکل، در قالب نشریات دانشجویی، کارگری، زنان و بخشای کوچیکی از این جنبش‌ها فعال بودن و سابقه فعالیت در این جنبش‌ها رو داشتن. به طور مشخص از اوایل دهه 80 شمسی ماها فعال شدیم در قالب نشریات گروه‌های دانشجویی، کارگری و زنان و این پشتوانه ما برای اینه که بتونیم از این تجربه استفاده کنیم و توی موقعیت فعلی بتونیم چیز دیگه‌ای رو نمایندگی کنیم. اون چیز دیگه تفاوت‌هایی داره با گرایشات موجود در جنبش که ما خودمون هم به اون واقف هستیم و می‌دونیم که بعضا ممکنه برای ما تضادهایی را ایجاد کنه. به طور مشخص ما فکر می‌کنیم که اون تجربه‌ای که از نسل انقلابی گذشته از ما و جنبش 2 سال پیش دریغ شده، ما یک بخشی از کارمون به طور مشخص ایجاد پیوندی از این حلقه گم شده هستش و فکر می‌کنیم که ما باید جهت‌گیری انترنشنالیستی خودمون با مبارزه توده ها و به خصوص مبارزه آگاهانه رزمنده اینا چه تو عرصه داخلی و چه تو عرصه بین‌المللی تنظیم کنیم و آلترناتیو
آلترناتیوی که ما بخوایم معرفی کنیم، ما نه در جایگاه حزب و سازمان هستیم، ولی اینو می‌دونیم که تو شرایط فعلی باید یه موج نوینی توی جنبش راه بیفته و این موج نوین از فعالیت‌های جریانات و گرایشات سابق و گرایشات موجود در جنبش بر نمیاد. کما اینکه در طول 2 سال گذشته با وجود ملتهب بودن فضای کشور تو شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچیک، شاهد این بودیم که گرایشات اصلاح طلب یا گرایشات ترمیم طلب این نظام حتی در قالب رهبری جریان سبز و غیره نتونستن پاسخ کمترین مطالبات مردم رو بدن و قطعا خواهان دگرگون شدن جامعه و فضای اجتماعی دیگه نیستند. و گرایشات سابقا موجود در شکل تشکیلات و سازمان هایی که به اسامی مختلف موجود بودن، به دلایل مختلف موفق نشدن که تاثیر مشخصی بر جنبش بذارن. به این 2 دلیل مشخصی که ما تصمیم گرفتیم با جنبندی از این 2 موضوع یک نوع قطب‌بندی و بلوک‌بندی جدیدی رو توی به خصوص در نسل جدید نمایندگی کنیم و تلاش خودمون رو برای اینکه به ثمر برسه انجام میدیم. در مرحله اول هم تصمیم گرفتیم که و شروع کردیم که یک شورایی از دانشجویان جوانان چپ ایران رو ارتقا بدیم تا به سطح بالاتری مثل یک فدراسیون جوانان دانشجویان تبدیل بشه که قطعا قدرت اجرایی و دامنه فعالیتش خیلی گسترده‌تر خواهد بود. بسیار عالی. من توی صحبتایی که شما می‌فرمایید داشتم گوش می‌کردم، 2 مورد توجه خودم رو جلب کرد که احتمال امکان داشته باشه توضیح بدین برامون. اگر ما گذاری داشته باشیم به گذشته جنبش ایران، خصوصا در مقطع به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، می‌بینیم که از سال 57 آگاهانه جمهوری اسلامی شروع کرد به قلع و قم نیروهای سیاسی، چه چپ چه به هر حال مجاهدین و یا نیروهای عقیدتی، کسایی که اصولاً با جمهوری اسلامی موافق نبودن و بعد هم کار به جای رسید که به موافقینی که معترض بودن کار بس پیدا کرد. این که موسوی و یا امثال هم اینها که درست شما اشاره کردید به عنوان ترمیم طلبان و یا اصلاح طلبان، اینها یا دید سیاسی ندارن یا اگر هم دارن فقط صرفش تحمیق توده ها، چرا که سرابی بیش نیست، اصلاحات در جمهوری اسلامی اصلا امکان نداره. حالا اگر برگردیم به این که خب به هر حال شما شکلی رو شیوه نوینی رو میخواین ارائه بکنین، قطعا باید بدونین که نیروهای سیاسی سابقه داری که در سالهای سال مبارزه کردن و در خارج از کشور و در داخل الان هم به هر حال اثراتی از آنها را میشه شما ببینید، اینها بازماندگان یک دوره تاریخ‌سازی بودن که در واقع از اون حملات در نشانه جمهوری اسلامی رهایی یافتن و همچنان دارن مبارزه میکنن. حالا به هر حال درسته که در خیلی موارد با هم اختلافاتی دارن و این باعث شده که متاسفانه ما تشدد سازمان و حزب داشته باشیم و این باعث بشه که کسایی مثل جنبش سبزی ها و حکومتی ها بتونن از خلأ این نیروها استفاده کرده و خودشونو به عنوان رهبران جنبش معرفی کنن. باز من سوالی که برام این هست که آیا این ایجاد شورای دانشجویان و جوانان دانش آموزان به هر حال چپ ایران و جوانان چپ ایران، آیا این قدمی بر تشدید این تشدد نیست و یا این که شما در خودتون پتانسیلی رو میبینید که بتونید همه را دور یک محور جمع بکنید؟ صحبت از فدراسیون کردید، دوباره خب این فدراسیون آیا فقط در مورد این بچه‌های دانشجویان و جوانانه و یا اینکه شما هم برنامه‌ای در دراز مدت دارید که بتونید با سایر سازمان‌های سیاسی که عملاً دارن به شکل مستمر علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن همکاری کنید؟ بفرمایید. بله، سوال خیلی خوبی بود. واقعیت اینه که از دقیقاً بعد از انقلاب و همون طوری که شما فرمودید غلبه‌زن نیروهای چپ، کمونیست، رادیکال، سوسیالیست و حتی نیروهای
سکولاری که لزوما چپ نبودن دوره‌ای فرا رسید که کار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ثمر داد و در نسل ما یک شکاف بسیار عمیقی رو از تو عرصه ایدئولوژیک با نسل انقلابی گذشته ایجاد کرد. این شکاف اینقدر عمیق بود و هست که چه در داخل ایران چه در خارج از ایران اگر کسی بحث مبارزه انقلابی رو بکنه محکوم به این میشه که منظورم از نسل ماست، محکوم به این میشه که دنبال روی داره میکنه از نسل گذشته و بقایای گذشته. خب این اندیشه بود که جمهوری اسلامی براش به خصوص در دوره اصلاحات تلاش زیادی کرد که نیروهای رادیکالی که به قول شما تاکنون هم در سنگر مبارزه بر علیه سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی فعال هستند رو ایزوله کنند. ما خودمون خیلی مشکل داشتیم و تو عرصه‌های مختلف که به سراغ خیلی از نیروهای فعال جوین رفتیم این مشکل داشتیم که در مورد اینکه با احزاب، سازمان‌ها یا گروه‌های کوچیک و بزرگ چپ دوره انقلاب که تاکنون هستن فعالیت کنیم دست رد به سینه ما می‌زدن و قبول نمی‌کردن و اینکه اینا کار خودشون کردن اشتباه کردن و نسل ما جداست و نسل ما باید کار خودشو بکنه. قطعا نسل ما پتانسیل‌های خودشو داره، نسل ما رهبری انقلابی خودشو می‌سازه و به وجود میاره، ولی بحثی که بین حداقل شورا و شورای به وجود اومده جدید ما داریم کار میکنیم هست اینه که ما نه اون نقد هستیم و نه از این جدا هستیم. بحث اینه که ما باید با این دید انتقادی از تجربه گذشته استفاده کنیم و دست خودمون رو در ارتباط نظری و عملی تشکیلاتی به همه نیروهایی که به شکل فردی و جمعی سازمانی متشکل هنوز با آرمان تغییر جهان و حذف و محو تمامی این مناسبات ارتجاعی و استثمارگرانه دارن زندگی میکنن به اصطلاح دست همکاری میدیم و این هدف یکی از اهداف استراتژیک ما که این یکی از وجوه بارز و متمایز کننده جمع ما از بسیاری جمع‌های چپ حالا و مخالف جمهوری اسلامی در نسل جدیده. یعنی حداقل موضوع ما در مورد نیروهای انقلابی نسل گذشته یک موضوع کاملا انتقادی ولی در این حال ایستاده در شونه های اونهاست و خودمون رو دنباله اون مبارزه می‌کنیم ولی در شرایط زمانی و مکانی دیگری و فکر هم می‌کنیم که کاری که جمهوری اسلامی کرده در این عرصه خیلی حاد بوده و ثمر داده براش و ما باید این یخو بشکنیم در جنبش و مشخص کنیم و تعریف کنیم که رابطه با نسل گذشته چجوری میتونه باشه و چرا باید باشه و گسست از چه بخش‌هایی باید باشه. این مسئله‌ایه که برای خود ما هم عرصه مبارزه تئوریک و نظری حادیه و در عرصه تشکیلاتی هم قطعا مبارزش حاد خواهد بود. همونطور در قالب تشکیل فدراسیونی که از اهداف نزدیک ما هستش این خیلی فکر میکنه، چون جوانانی که توی احزاب و سازمان‌های مختلف دارن کار میکنن بعضا به خاطر تعلق سازمانی و نظری خودشون حتی گرایش و سمپات بودن گرایش داشتن یا سمپات بودن به سازمان ایده مشخص از توی خیلی ایزوله میشن و ما فکر میکنیم که فدراسیون باید ظرفیت‌های خودش رو اونقدر بالا ببره، فدراسیونی که بخواد شکل بگیره و همچنین شورای موجود که دقیقاً افراد و تشکل‌های کوچیک و بزرگ بتونن در قالب همین جوانان دانشجویان واردش بشن و به عرصه و به مبارزه نظری و سایر مبارزات بپردازن و اگر ایده درستی دارن برای تغییر جامعه باید اینو طرح کنن و توی بستر رسیدانه بتونن این مبارزات رو پیش ببرن و در نهایت تصمیم گرفته بشه که شکل عملی کار چطوری باشه. این به طور مشخص موضوع فعلی ما در رابطه با کار شورا، شیوه ورود به اون و نگاهمون به فدراسیونه. قطعا شرایط مبارزاتی، جنبش و شرایط بین‌المللی میتونه تغییراتی رو ایجاد کنه ولی ما فکر می‌کنیم که وحدت نظری و عملی با نیروهای انقلابی و گسست از اشتباهات و خطای اینا بهترین راهبرد ما برای ارتباط با این است. بسیار عالی، خسته نباشید. خیلی ممنون از اینکه به هر حال پیشنهاد ما رو پذیرفتید و مهمان ما بودید. ارتباط اگر فردی یا گروهی
خواهان ارتباط با شما بودن، این ارتباط چگونه میتونه برقرار بشه؟ منم اول تشکر میکنم از شما و سایر همکاران رادیو که این فرصت رو به ما دادن که صدای خودمون مستقیما به همه علاقه‌مندان برسونیم. ولی در رابطه به ارتباط باید بگم که ما تو عرصه‌های اینترنتی فعلا شروع به منتشر کردن بخشی از کارمون کردیم. یک ایمیل داریم که به شکل iranianfederation@gmail.com هستش و قابل دسترسیه و وبلاگ، چندین وبلاگ هستی در صفحات فیسبوک و ایمیل ها قطعا به همه میرسه. ولی این ایمیل من یک بار اصطلاح میکنم برای اینکه هر کی علاقه داشت بتونه همه بگیره به ما. IRANIANFEDERATION iranianfederation@gmail.com و نشریه رادیکال هم به عنوان شماره اول ارگان تبلیغی تئوری که شورای جوانان منتشر شده و اون نشریه هم به طور وسیع داره دست به دست میشه در داخل و خارج از کشور و صفحات اینترنت هم وجود داره و از این طریق هم امکان ارتباط، همکاری و یا انتقاد از شورا وجود داره و امیدواریم که نیروهای انقلابی و هر نیرویی که اهمیت داره مبارزه مردم براش و یک بخش کوچیکی رو با نام تغییر جهان، کمونیسم، سوسیالیسم وارد مبارزات شدن تنها نذارن و انتقادات خودشون رفیقانه به ما برسن. بسیار عالی، خسته نباشید. اگر صحبتی ندارید من دست شما رو به گرمی میفشارم و آرزوی موفقیت براتون میکنم و امیدواریم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم از شما به عنوان مهمانمون در جمع حضور داشته باشه و نظراتون بهره مند بشه. منم خسته نباشید میگم، با دنیای سپاس، شاد باشید. شاد باشید. آقای شهاب از شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران.